ما اغلب معتقدیم که زمان غم، اندوه و آسیب ما رو التیام میده، اما موشاسی میگه که این کاملا درست نیست. میگه که زمان فقط درد رو پاک نمیکنه، در عوض به شما یاد میده که چطور با اون درد زندگی کنید. درد بخشی از داستان شما میشه و شما یاد میگیری که چطوری حتی با سنگینی اون ادامه بدی. بنابراین هر بار که لبخند میزنی یا کلمه محبت آمیز به اشتراک میذاری، ممکنه راهی برای زندگی با زخمایی باشه که دیگران اصلا نمیتونن اونا رو ببینن. شما یاد میگیری که برای خودت هدف داشته باشی، عملگرا باشی، مهربون باشی، پیشرفت کنی و همچنان درد با شما همراهه. اما با وجود این دردی که هر روز با شما همراهه، شما هر روز قوی تر میشی. مردم شما رو قضاوت میکنن، قدرت شما رو ستایش میکنن و ممکنه که به شما بگن تو خیلی خوب از پس این مسائل بر اومدی. اونا فرد آرامی که الان هستی رو میبینن، اما سفر سختی که تو رو به این جایگاه رسونده رو هرگز نمیتونن ببینن. اونها متوجه نمیشن که قدرت تو از دوران سخت زاده شده و این راز بزرگ این دنیاست. مردم یک نور درخشان رو تحسین میکنن، یک فرد موفق رو تحسین میکنن، اما تقریبا هرگز از خودشون نمیپرسن که چه چیزی باعث شده که این نور در تاریکی روشن بمونه. قدرت واقعی به این نیست که هرگز آسیب نبینی، بلکه به اینه که یاد بگیری با زخمای زندگی که داری همچنان ادامه بدی و همچنان بدرخشی و در آینده به اهدافی که میخوای برسی. ممنونم که اینجایی.